با مهمترین خبر و گزارش های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. رئیس شهری پنجکент عبدالخالق خالقزاده با صاحبکاری موفق شهروند ایالات متحده آمریکا ملاقاندوف یوگنی давидович ملاقات نمود. متوجه باشید و گزارش نخستین برنامه. در زمینه سیاست درهای باز و جلب بیشتری سرمایه به اقتصاد که حکومت مملکت با راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیش گرفته است. رئیس شهری پنجکent عبدالخالق خالقزاده در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent با صاحبکاری موفق ساده تاجیکستان و حالا شهروند ایالات متحده آمریکا ملاقاندوف یوگنی давидович ملاقات نمود. رئیس شهر باید درباره سمت‌ها و امکانیت‌های سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی همکاری با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر و صاحبکاران از جمله ذخیره‌های فراوان معدن فسفورید، راه آهن سمرقند پنجکent که بنیادش پیش بینی شده است، بنیاد منزل و انشاءات خدمترسان نقل نموده افزود که همکاری‌ها را معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده جانبداری می نماید. صاحبکار از بازدید از پنجکent باستانی و پذیرایی اظهار سپاس نموده ذکر کرد که او چون زاده تاجیکستان برای همکاری و سهمگذاری به اقتصاد آن هوسمند است و چون این تجربه را در شهر وحدت که آنجا زاده شده است راه اندازی نموده است. او آمادگیش را برای همکاری اظهار نموده تاکید داشت که پیشنهادها را جهت تطبیق لایحه‌های مشخص می‌آموزد و برای عملی نمودن آنها تلاش خواهد کرد. هنگام سفر به شهر پنجکent صاحبکار ایالات متحده آمریکا او آمادگیش را برای همکاری اظهار نموده تاکید داشت که پیشنهادها را جهت تطبیق لایحه‌های مشخص می‌آموزد و برای عملی نمودن آنها تلاش خواهد کرد. با مقصد آشنایی پیدا کردن از رفت خدمتی سربازان و افسران و شرط و شرایط خدمت رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده از قسم حربی 05170 دیدن نمود. طبق دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رابطه و همکاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent با قسم‌های حربی مستقر در حدود شهر پیوسته گسترش می‌یابد. رئیس شهری پنجکent خالقزاده عبدالخالق از قسم حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان واقع در حدود شهر دیدن نموده با شرایط خدمت افسران و سربازان حالت آماده باشی حربی آنها شناس شد. در این قسم حربی برای افسران و عسکران شرایط مساعد خدمت مهیا کرده شده است. بازدید از خوابگاه و خانه استراحت، کتابخانه، حمام، انبارهای مواد خوراکواری آن این را بار دیگر ثابت نمود. از جمله اینجا برای سربازان با ابتکار هیئت قماندانی و مساعدت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر حمام زمانوی بنیاد کرده شده است که همه شرایط و خدمت رسانی ها را دارست. در انبارها برای تامین غذایی هیئت شخصی ذخیره معیاری محصولات خوراکی از جمله گوشت و روغن، سبزیجات و کارتوشکا مهیاست که قسم آن از خواجگی یاری رسانی قسم حربی رایانده شده است. حالا در درآمدگاه قسم حربی به افتخار 30مین سالگرد تأسیس قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گلگشت و باغ استراحتی با لوحه بزرگ با عکس مقدسات ملی، راهرو گلگشت‌ها با 28 قندیل، صدها بیخ گل‌های گوناگون و 1500 بیخ نهال ارچه و لوحه یادگاری بنیاد کرده می شود. واقعا افسران و عسکران در بنیاد باغ و سبزگردانی تجربه شایسته دارند و تا کنون در حدود قسم حربی بیش از 2000 بیخ نهال‌های میوه و سایه‌افکن شناخته شده است. در ادامه بازدید رئیس شهر با هیئت قسم حربی صحبت انجام داده آنها را به خدمت صادقانه به وطن، حفظ دستاوردهای دوران استقلال و فضای صلح و ثبات کشور دعوت نمود. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام در دلار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکent تحت رهبری معاون رئیس شهر صنعت طاهرزاده مشورت کاری برگزار گردید.
از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند تحت رهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده وابسته به مسئله دعوت بهاری جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تدبیرهای مشخص اندیشیده می شود. وابسته به این در طلوع مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر جلسه دایر گردید. در آن معاون رئیس شهر صنعت طاهرزاده، نماینده وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان پالکوونیک بختیار لانگاریف، کارمندان کمیساریات حربی شهر، رئیسان و کارمندان جماعت‌های دهات، رئیسان محله‌ها و کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های شهر اشتراک داشته رفت آمادگی به معرکه بهاری دعوت به خدمت حربی را مورد بررسی قرار دادند. تاکید گردید که خدمت حربی حفظ مرز و بوم کشور از وظیفه‌های کانستیتوسیونی هر جوانمرد محسوب می شود و این را اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیوسته تاکید می نمایند. بعد شنیدن گزارش کمیسر حربی شهر عبدالله زاده رفت آمادگی به خدمت حربی، جلب جوانان به کورس آموزشی تشکیلاتی مددگاری مدافع شهر در هر جماعت دهات و محله شهر پرسیده شده. با مسئولین دستور داده شد که با آماده نمودن جوانان به خدمت حربی به حساب گرفتن آنها توجه مخصوص ظاهر نموده با هر دعوت شونده والدان آنها کاربری نمایند. کارهای ترغیباتی را در بین اهالی جدی براه مانند. ذکر گردید که خدمت در صف ارتش ملی این مکتب آب و تاب جوانمردی است. محافظت و ایمن نگاه داشتن هر یک پارچه زمین مادر وطن وظیفه هر یک شخصی به ننگ و به ناموس ملت است. ما جوانان باید با خواهش خود خدمت به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان رفته خدمت حربی را صادقانه و صافدلانه ادا نماییم. زیرا آبادی و آزادی، سرسبز و خرم و گلشکوفایی نمودن وطن عزیز ما تنها از هر یک شهروند وابستگی کلان دارد. در طلوع مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری پنجکند با اشتراک وسیع فعالان شهر و دهات پنجکند، کارمندان تشکیلات و اداره ها و خیری با سیاستشناس، عالم و محقق عبدالله راهنما دایر گردید. متوجه باشید به گزارش خبرنگاران ما. صبح امروز در طلوع مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری پنجکند با اشتراک سیاستشناس، محقق، خادم علمی و جمعیتی تاجیکستان عبدالله راهنما تحت رهبری معاون رئیس شهری پنجکند صنعت طاهرزاده ملاقات دایر گردید. جلسه با سخنرانی صنعت طاهرزاده آغاز گردیده او مهمان را به حاضرین معرفی نمود و ابراز داشت که امروزها گروه‌های تبلیغاتی و تشویقاتی جهت شرح و توضیح پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم، مقاومت با کروپسیا و مسئولیت پدر و مادر ملاقات و واخوری‌ها را براه مانده امروز چاره‌بینی نیز در این دایره است. سپس عبدالله راهنما به سخن برآمده درباره دولتداری ملی، حفظ و مهمیت آن سخن نموده از خطرهای گروه‌های افراطی به طور وسیع به حاضرین معلومات داد. او از جمله ابراز نمود که مقصد اساسی حزب و حرکت‌های افراطی این تأسیس خلافت جهانی است که آن به دولت خطری بزرگ دارد و همه دولت سراول باید بهر پایداری امنیت ملی خود تلاش بیورزد. در ادامه او 6 خطر حزب و حرکت‌های فعالیتشان ممنوع را به حاضرین شرح داده قید نمود که ما زیایان کشور نباید بی‌توجه باشیم و در فضای مجازی با نوشتن مقاله و شرح‌های خویش با زبان‌های خارجی به دشمنان ملت جواب قانع کننده بدهیم. اگر از 110% زیایان کشور به این عمل بی‌طرفی نکرده با پیشنهاد مقاله و جوابیه ها فعال باشند، ما می توانیم به همه گروه‌هایی که مخالف دولت تاجیکستان است جواب بگردانیم. ما دولتی تاریخی بوده هر یک پارچه سرزمین خویش را با بهای جان حفظ خواهیم کرد. در مذاکره باشد از اشتراکچیان جلسه به سخن برآمده اندیشه های خویش را بیان داشتند. از جمله رهبری اتفاق روزنامه‌نگاران شهری پنجکند، رهبری دفتر مطبوعاتی رئیس شهر توردیبای صالحزاده به سخن برآمده به عبدالله راهنما برای تشریف و سخنرانی‌های پرمحتوا اظهار سپاس نموده ابراز داشت که هنوز از سالهای پیش مقاله‌های او را مطالعه می‌کند و در ردیف آن مقاله خود را با نام طالبان خودیکی ها هستند روی چوب آورده است.
дар фарҷоми мулоқот бошад Абдулло Роҳнамо аз ҳама иштирокчиён ки кормандони шӯъбаи маориф, соҳаи тиб ва соити ахбори умма, раисони ҷамоатҳо ва фаъолони шаҳр буданд даъват ба амал овард ки баҳри пойдории сулҳу суботи кишвар бетарафӣ зоҳир накарда, бо вокунишҳои шикастнопазири хеш ба ҳар маводи танқидӣ дар бораи давлат посух бигӯянд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломативу сарбаландиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.